همگام با پیامبران علیه الصلاة و السلام با شیخ ابو عبیدالله متوکل علی الله. سوره یونس آیت 15 را میکشیم. الله متعال چی میگه در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ رهبران ملی یا کسانی که با یک انگیزه دیگر گروپ و دعوت خود شروع کرده و گاهی آماده به این میشه که جورآمد بکنه، صلح بکنه. شما میبینی ائتلافای ملی برای ساختن حکومت میشه، یک گروپ کامیاب میشه، چوکی زیاد میبره، با سعی میکنه که گروپ دیگه قطعش تفاهم میکنه، موافقه و اتفاق میکنه، یک حکومت تشکیل بده، انتخاب میکنه. آیا انبیاء علیهم السلام اما میتور بکنه؟ اگر کسی دمی روی زمین دعوت میده به یک امر، پیغمبر قطع از او موافقه بکنه؟ کلا قطعا نه. الله متعال میفرماید قل بگوی پیغمبر علیه السلام ما یکون لی ان ابدله، نیست ما حق ندارم که با میل خود تغییر بدم قرآن کریمه من تلقاء نفسی، از طرف خود. من نمیتونم کدام وحی یا نظامی که الله روان کرده ادناترین تغییر و تبدیل در او آورده نمیتونم. دیگه این اتبع الا ما یوحی الی، من تابعداری نمیکنم مگر از اون چیزی که بر ما وحی کرده میشه. عالی، غیر از وحی دیگه چیز نمیگم و غیر از وحی دیگه چیز پیروی نمیکنم. از امو خاطر است که اگر هر گونه عوامل برای پذیرش یک امر برای انبیاء علیهم السلام پیش میشه، انبیاء علیهم السلام آماده به پذیرش از او نیست. برای پیغمبر علیه السلام پیشنهاد دخترای خوبی قوم کردن، پیشنهاد ملکی را کردن، پیشنهاد پاچویی را کردن، همه گپاره. اما پیغمبر میگفت من دیگر هدف ندارم، فقط میگم که قولوا لا اله الا الله تفلح، فقط نظام الله را بپذیره. ما به این خاطر نامدیم که من ملکی بکنم، برای ما ارج بگذاره، برای ما مقام و منزلت قائل شوه. نه نه نه، این موضوع نیست. من که چیزی میگم از جانب الله متعال میگم. چقدر این دعوت آنقدر زیبا و صفا هست، به خاطری که نفسی پیغمبر در اینمی دعوت مخلوط نیست، مختلط نیست، خواهش نفسیش مختلط نیست، خواهش قومیش مختلط نیست، خواهش ملیش مختلط نیست، هیچ گپی دیگره در این گرد یا اختلاط نداره بجز از چی؟ فرمان الله متعال. از امو خاطر فرمان الله متعال ای را وادار به ای ساخته که به هیچ وجه به کسی گرایش پیدا نکنه. ما میبینیم نظام ها یا گروه هایی که ساخته میشن روی یک انگیزه و هدف، میبینیم که چند روز بعد یک چیزی تنزل کرده یا یک چیزی تصاعد کرده، یک چیزی را ترمیم کرده، تغییر و تبدیل میاد. اما در نظام الله که انبیاء علیهم السلام میاره هیچ تغییر و تبدیل نمیاد. خلاص در یک سرحد است. اگر عمر دنیا هرقدر اضافه میشه، نظام امو نظام است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دنیا رحلت کرد، 1400 سال بعد از او تقریبا این تیر شده، لیکن حکم الله امو حکم است، هیچ نوع تغییر و تبدیل در او آمده نمیتونه. یکی از جمله دیگه خصوصیات انبیاء علیهم السلام است. ما خو گفتیم که پیغمبران علیهم السلام دعوتش دائمی است، فراگیری دعوتشان است، به یک قوم، به یک مردم، به یک منطقه، به یک تاریخ خاص نیست. چرا؟ به خاطری که کل بشریت فرا میگیره. چرا؟ الله متعال پروردگار کل عالمیان است. اینطور نیست که یک قوم اختصاص بده که شما بگه برای شما پیغمبر باشه خود دیگه قوم بگذاره. نه، الله کلگی است. از امو خاطر است که الله انبیاء علیهم السلام با کل قوم روان میکنه. سوره نحل باز میکشیم آیت 36. الله میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه، یقینا ما فرستادیم در هر جماعت رسولا پیغمبره. ایتو نیست که در یک قوم پیغمبر آمده باشه در قوم دیگر نه آمده باشه. الله متعال انتخاب میکنه، امت کلش بندگان الله متعال است. پس در هر قوم پیغمبر آمدن این امر معقول است، الله انتخاب میکنه. برخلاف عقیده بنی اسرائیل که بنی اسرائیل نظر به اونمو کلان تراشی، نعوذ بالله تعصب که دارن، تنگ نظری که دارن، میگه نه پیغمبران فقط از بنی اسرائیل باشه، از کسی دیگری نباشه. و به آمدن پیغمبر آخری بسیار معتقد بودن، بلکه به مردم خبر میدادن که به یک پیغمبر میآید ما به همراهی از او باز
ای سر شما غالب میایم. لیکن زمانی که پیغمبر در عرب آمد یک دفعه سر باز زدن، گفتن نه ما این پیغمبر قبول نداره. الله متعال با این تصور یا نظریه غلط بنی اسرائیل رد میکنه که نه، انتخاب پیغمبر مخصوص یک قوم نیست. شده میتونه الله متعال نظر به موقعیت بعضی از اقوام در یک موقفی که قرار دارن، شده میتونه مسلسل از همون خاندان روان کنه. ابراهیم علیه السلام موقف خیلی والای داشت، بچهش پیغمبر، نواسش پیغمبر، اما این مطلب نیست که تنها پیغمبری در این باشه در یک قوم دیگری نباشه. چرا قرآن میگه ولقد بعثنا فی کل امت، در تمام امت ها ما پیغمبر روان کردیم، رسولا پیغمبره. به خاطر چی روان کردیم؟ ایرا پیش تشریح کرده بودیم، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که عبادت یک الله را بکنه، فقط مستحق عبادت تنها الله متعال است، کس دیگر نیست. واجتنبوا الطاغوت، دوری بجوی از طاغوت، عبادت طاغوت نکنی. هر چیزی که به ناحق عبادتش کرده میشه او طاغوت است و به او عبادت راضی باشه او را طاغوت گفته میشه. از همون خاطر غیر از الله تمام چیزا و انبیاء علیهم السلام که دی داخل نیست، چرا که و به عبادت خود راضی نیستن، دیگه کل چیزا را طاغوت گفته میشه. فمنهم من هدى الله، بعضی از مردم را الله هدایت کرد، و منهم من حقت علیه الضلاله، بعضی از مردم کسانی بود که گمراهی سرشان چی شد؟ ثابت شد. پس نظریه بنی اسرائیل در اینجا از بین رفت. از جمله خصوصیات انبیاء است که ملک و چیست یک مصلح دیگه واره نیست، بلکه الله انبیاء را در تمام اقوام انتخاب میکنه، یعنی نبوت فراگیر میباشه، کل قوم را در بر میگیره. موضوع دیگری که قابل بحث است در درس امروزی ما و شما، وظیفه نبوت چیست؟ وظیفه یک پیغمبر چیست؟ چی بکنه؟ اگرچه علما در این مورد بحثای خیلی گوناگونی داره، ما ایرا یک تعداد علما قائل به است که 3 وظیفه را انبیاء علیهم السلام داره. یک وظیفه است که ایمان به الله را به مردم تشریح بکنه، دوم وظیفه ایمان به آخرت، سوم قانون عمومی احکام الله متعال. اما آیت 129 سوره بقره را بکشی، آیت 129 همچو آیت در 4 مقام کتاب الله متعال آمده، در 4 جای، البته با کمی تفاوت، تقدیم و تاخیر در بعضی گپا. اینجا وظیفه نبوت برای ما واضح میشه که انبیاء علیهم السلام چی وظیفه داشتن. اول ابراهیم علیه السلام دعاها کرده، دعاهای از او خیلی آموزنده است برای ما در تمام امور زندگی ما، خصوصا یک جامعه یا یک مجتمع برای چی نیازمند است. هر یک طایفه پیدا میشه چی نیازی داره. ابراهیم علیه السلام به خاطر پوره شدن نیاز امی طایفه دعا کرده، ربنا وابعث فیهم رسولا، پروردگار بفرست در بین امی ذریه و اولاد ما که تو را باقی میگذاری، تسلیم به نظام توسته. نمیشه که یا به نظام تو تسلیم شوه اما پیغمبر نداشته باشه، رهنما و رهبر نداشته باشه. از او خاطر دعا میکنه، میگه بفرست در بینشان رسولا پیغمبر، من هم از خودشان، معلم و مربی از خودی متن مردم میباشه، ملک و میر همیشه از متن مردم میباشه. چرا؟ حالات مردم برش معلوم است، وضعیت مردم برش معلوم است، احتیاجات و نیازمندی مردم برش معلوم است، و میفهمه روحیات مردم ارزیابی میکنه که چی قسم روحیه داره. معلم منطقه با یک معلم بیگانه خیلی ها فرق داره در تربیه مردم. از او خاطر الله انتخاب پیغمبر هم از همی قوم میکنه. ابراهیم علیه السلام در ضمن دعای خود همین نکته را بیان کرده که منهم یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کنه بالای اینمی پیغمبر، تلاوت کنه علیهم بالای امی ذریه آیاتک احکام تو را، و یعلمهم الکتاب، تعلیم بده برشان مقاصد کتابه، کدام وحی را که الله تو روان کرده مقصد و مطلبش برشان بفهمانه، والحکمت، اسرار اینمی کتاب الله را برشان بیان کنه. یک معنایش است، نه توسط برنامه عملی تشریح مقاصد کتاب الله را بکنه، توسط برنامه عملی چی است؟ زندگی یک پیغمبر مکمل برنامه عملیش است و این تشریح کتاب الله را بکنه. از همون خاطر از عایشه رضی الله عنها که سوال میشه که اخلاق پیغمبر علیه السلام چی رقم بود، و میگه کان خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. اخلاق روش سیرتش پرسان میکنی، چی طرز العمل داشت، چی قسم زندگی میکرد، اگر این را سوال میکنی کلی قرآن است.
هر حرکت پیغمبر عمل بالای چی بود؟ حکم قرآن. هر حرکت پیغمبر عملی کردن احکام قرآن بود. پس برنامه عملی پیغمبر تشریح و تفسیر کتاب الله متعال است که کتاب الله متعال مقاصدش برای ما تشریح کرده. در حلقه درس نشستیم، تشریحش در قرآن کریم تکمیل نیست، لیکن پیغمبر علیه السلام را برای ما تشریح کرده. نماز، روزه، زکات، حج، کل مسائل دینی ما. از او خاطر وظیفه پیغمبر، وظیفه نبی این نبیست و یزکیهم. آخر الامر چی نتیجه به دست بیاید؟ این می نتیجه بیاید که یارا پاک بسازه. شک دهی نیست که تزکیه چی را میگه؟ تزکیه پاک ساختن عقیده را از هر قسم چی اموری که نعوذ بالله ملوث کننده است، صفایی را از بین میبره. کدام عقیده که قرآن صفا بیان کرده قطعی از او چیزی دیگه مختلط نباشه، این تزکیه است. خالص کردن یا صفا کردن اعمال است که عمل بالکل همینطور درست باشه، نقصان خلا درش موجود نباشه. درست ساختن یا صفا کردن اخلاق است. زمانی که سی چیز در وجود انسان تصفیه شد، تکمیل شد، درست، در اونجا خود به خود انسانی واقعی میگرده. اما انسانی که الله دوست دارشه، اما انسانی که زمین الله را تعمیر کرده میتونه، اما انسانی که یقینا اگر او طرف آخرت حرکت میکنه یک حرکت خیلی خوشایند است. مرگ برش بگوی سوغات شمرده میشه، خوشی شمرده میشه. پیغمبر علیه السلام همی کار کرد. اما صحابه که امروز زندگی کرده بود امی تزکیه را در او صحابه پیدا، ام از نگاه عقیده، ام از نگاه عمل، ام از نگاه اخلاق. شما زندگی صحابه را مطالعه بکنید، چه از نگاه عقیده. زمانی که عقیده در قلب از ما داخل شد، اگر هر قدر در دیگ جوش پرتافتن شه نگشتن، در شترها بسته شدن، پاش عضو جدا شدن، اما از عقیده نگشتن. چرا؟ به خاطری که عقیده صاف و پاک در قلب درون شده بود و قلب از وار محکم بسته کرده بود توسط عقیده. اون همون روزی که گفتم که وربطنا ما فی قلوبهم، ربط قلب آمد، دل قطع عقیده مکمل همینطور بسته شد. حالی دیگه از هیچ کس حراسه نداره. پیغمبر همی کار کرده، همی وظیفه پیغمبر است. پس هر کسی اینمی روی پیغمبر را تعقیب میکنه که من هم اینمی قسم باشم، خودم هم و در ما حولم که هر قدر کس های هست، اگر خانوادیم است، اگر دوستایم است، اگر برادرای مسلمانم است، وام بمی شکل و بمی رنگ باشه. اینمی و نمو ختمه شکیست پیغمبر، در راه پیغمبر روان شدن است. اما این بری خود تدریج داره، درجه داره، این بری خود سلسله داره. اینطور نیست دفعی باشه که یک دفعه کسی را تزکیه بکنه. نه، اینجا اول تلاوت قرآن صورت بگیره، بعد از او فهم قرآن صورت بگیره، بعد از او زندگی عملی صورت بگیره، پس از او تزکیه خود به خود آماده است. همونطور دفعی نمیه. جنجال ما قطع یک تعداد مردم ده نمیگه. پس ما میگیم تزکیه یک راه داره که قرآن بیان کرده. اگر عالم است، اگر پیر صاحب است، اگر تبلیغی صاحب است، اگر شیخ صاحب است، اگر هر کسی است، اگر مفسر قرآن است، اگر محدث حدیث است، هر کسی که است، اگر ادعا داره که من محنت میکشم، زحمت میکنم به خاطر پاک ساختن امی جامعه که جامعه سالم به وجود بیاد، ما میگیم رای پاکی کدام است؟ اسباب در این امر کلگی ما اتفاق داریم. هر کس میخواد که جامعه بالکل سالم باشه، از هر قسم نقصان و از قسم عیب و از هر قسم نعوذ بالله آلودگی بالکل پاک باشه. اسباب پاکی کدام است؟ اسباب پاکی را الله متعال بیان کرده. تا زمانی که در یک قوم قرآن نباشه، گرفتن از دستورات الهی برای زندگی نباشه، قطعا پاکی آمده نمیتونه. تا وقتی که امی دستورات الهی را در روشنی دستورات پیغمبر عملی نکنیم، نمیه همی پاکی. دستورات الهی را میگیریم اما به روشنی هدایت پیغمبر نمیگیرم، به فکر خود میگیرم، باز پاکی آمده نمیتونه. گرفتم به دستورات پیغمبر، گرفتم در روشنی دستورات پیغمبر تشریح گرفتم، اخذ کردم، مقصد فهمیدم، اما در زندگی عملی دیده نشد، تزکیه نمیاد. تزکیه وقتی میاد 3 نقطه قبلی به ترتیب بیاید: تلاوت،
که سبب برای فهم معنا شود، فهم معنا که سبب برای عمل شود. عمل خود به خود اگر تو عمل کردی دستورات الله را، تزکیه آمده رایست. بالکل انسان از نگاه عقیده، از نگاه عمل، از نگاه اخلاق بالکل درست میشه، سالم، نقصان و عیب دش دیده نمیشه. اما با تاسف امروز مردم ادعا داره یک روز مدرسه را نخونده، یک روز درس قرآن نخونده، یک آیت قرآن تشریح کرده نمیتونه، حدیث حتی فرق نمیتونه این حدیث حسن است یا ضعیف است یا موضوعی است یا صحیح است، فرق نمیتونه، مطلب و معنایش حتی نمیدونه، اما ادعای چی را داره؟ تزکیه. مردم در گرد خود جمع میکنه، میگه پیری ما آنقدر مکمل است که در یک ثانیه در عرش میرسانه آدم. پیغمبر علیه السلام در 23 سال سر یک صحابه 13 سال سری نفس تعلیم عقیده کار کرد. 13 سال دوری مکی مکمل در بخش عقیده کار شده تا که ذهن صحابه باز شود، حقیقت دین بدانند. بعد از او زمانی که دین دانستن، او وقت آماده شدن که خانه را ترک کنه، اولاد ترک کنه، همیشه فقط و فقط به خاطر چی؟ به دست آمدن رضای کی؟ الله متعال. آدم همونطور آماده نمیشه. این نمیست. این وظیفه انبیاء علیهم السلام است. پیغمبران این وظیفهش است. آلی انبیاء علیهم السلام موجود نیست، پیغمبر ما آخری پیغمبر بود و رفت از دنیا. این وظیفه به دوش علما گذاشته شد. علما ورثه انبیاء هستند. این وظیفه را پیش بره، لیکن این وظیفه پیش بردن همونطور نمیشه. یک علما نمیتونه. علما دعوتگر است. تایید دعوت کی بکنه یک طایفه طلب داره، دفاع از دعوت کی بکنه یک طایفه طلب داره. امی دعوت عملا برای مردم کی وانمود کنه یک طایفه کار داره. اهدینا الصراط المستقیم. وقتی دعا میکنیم که الله برای ما راه مستقیم نصیب کو، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که تو انعام کردی. الله بیان کرد و من یطع الله بگو و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. منعم علیهم، طایفه هایی که الله سرش انعام کرده 4 طایفه است: پیغمبران علیهم السلام، صدیقین کسایی که تصدیق پیغمبران را بیچون و چرا کرده، سوم شهدا دفاعگرا، چهارم صالحین که امی برنامه پیغمبر زنده نگاه کرده عملا به مردم پیش میکنه. اینمی قسم امروز جامعه ما به اینمی چیز نیاز داره، به روش پیغمبرا نیاز داره که ما امی روش اختیار کنیم برای ذهن سازی اصلاح مردم. اگر ما 1000 راه دیگر را دنبال کنیم نمیتونیم تزکیه را در مردم آورده بتانیم به جز از اینکه از راه قرآن داخل شویم، از راه حدیث پیغمبر داخل شویم. وقتی داخل شدیم مردم درکت حقیقت دینه، بعد از او خود به خود تزکیه است. الحمدلله شما میبینید در بسیار وقت کم اثرات این دعوت چقدر زیاد است. یک مرتبه در ترجمه میشینه، یک مرتبه در درس حدیث میشینه، امو مردکی که نماز خود در 1 دقیقه در رکعت میخوند آلی او طور نمیکنه، آلی بسیار مطمئن نماز میخوند. این اثرات داره. خود به خود قرآن حدیث انسان آماده میسازه به این گپ که ما باید چه قسم اخلاق داشته باشیم، چه قسم عقیده و چه قسم عمل. تا وقتی کی نباشه از کجا بفهمیم که عقیده ما چه قسم باشه، عمل ما چه قسم باشه و اخلاق ما چه قسم باشه؟ نمیفهمیم. مشکل در اینجاست که یک تعداد مردم ما راه های دیگری را تلاش داره برای تزکیه، نامشه تصوف میمانه، میگی تصوف است. ما میگیم بله در قرآن و حدیث در دین ما تزکیه وجود داره، راهش هم معلوم است، اسبابش هم معلوم است. از اینی را یک شخصی در او تزکیه آمده میتونه، دیگر ها نداره. اینی وظیفه کیست؟ انبیاء علیهم السلام. الله متعال پیغمبر علیه السلام که روان کرد یقینا در زندگی خود از این 4 نکته کار گرفت. 3 نکته که اسباب بود، 1 نکته هدف بود. همونطور کرد پیغمبر علیه السلام، تربیه کرد صحابه را، تربیه کرد، عقیده در قلبشان جا گرفت، وطن اعلا کردن، هجرت کردن، در مبارزه و جهاد آماده شدن، قربانی دادن، دین الله را از نفس خود دوست داشتن، دین الله را از مال خود، از اقارب خود دوست داشتن. عملا تاریخ گواهی میده که شاگردای پیغمبر علیه السلام یقینا چه رقم بود. اینی را مردم میگه بگه دعوت دادن و وظیفه خود در سر رساندن. پیغمبر وظیفه خود در سر رساند. اخلاق پیغمبر کدام؟ صحابه که
قبلا کدام فکر داشت، کدام روش داشت، امروز او صحابی کدام روش داره؟ او صحابی که قبلا به خاطر ازی که نان به ما باقی بمانه دختر خدا زنده به گور میکرد، یا ننگش می آمد که چرا دختری ما زنی کسی شد. اما صحابی امروز لقمه دهن خدا میگیره، تلاش میکنه که به کسی دیگری بده. اما مردم، اما صحابی که در عین جنگ در حالی که انسان زخمی شود، بیشترین و مهمترین و محبوبترین چیز که بر انسان است آب است. از همون خاطر کسی که زخمی شده اولین چیزی که طلب میکنه چیست؟ آب طلب میکنه. زخمی آب طلب میکنه، آب میرسه، اما در پالوی خود که زخمی دیگر میبینه اشاره میکنه که او از مکه اولتر آب در سر 7 نفری صحابی دور میخوره. پس در شخص اول میاد 1 نفر از همین صحابه او آب نوشیده نمیتونه. چرا؟ این ایثار قربانی را از کجا یاد گرفتن؟ این از این مجالس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستورات پیغمبر را گوش گرفتن، تعلیم کردن که پیغمبر چه قسم برنامه داشت، چه قسم ایراد پیش می برد. این وظیفه و چیسته؟ بگه وظیفه انبیاء علیهم السلام است که الله متعال ما و شما را توفیق بده. اگر ما روش پیغمبر از خود کردیم، تلاش کردیم، از کتاب الله استفاده کردیم، از احادیث پیغمبر استفاده کردیم، توسط کتاب الله عقیده انسان جور میشه. شما در ترجمه قرآن کریم بشینه ان شاء الله تا قرآن آخر میشه مکمل عقیده انسان درست میشه. عمل انسان توسط چی درست میشه؟ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا که حدیث پیغمبر برای تو راهنمایی میکنه. وضو به این طریقه، نماز به این طریق، قضای حاجت به این طریق، نان خوردن به این طریق، خواب کردن به این طریق، سلام دادن به این طریق، کلش در حدیث پیغمبر برای تو یکه دستورات داده میشه، قوانین وضع شدگی است و برای تو پیش میشه. صحت عمل توسط ازو میشه. اخلاق توسط چی میشه؟ توسط چی اخلاق جور میشه؟ وقتی از قرآن و حدیث معلومات کافی گرفتی، حرکتت که برابر شد، عقیده درست شد، خود به خود اخلاق جور میشه که تو چی اخلاقی روش باید با کسی داشته باشی. اینمی درس است. از او خاطر ما و شما نیاز به این داریم که داستانهای صحیح انبیاء علیهم السلام که از یک طرف تایید نبوت پیغمبر میکنه، پیغمبر علیه السلام در اون زمان نبود، اما داستانهای واقعیش حقایق ما و شما آشنا میشیم. ما و شما قصد داریم بخیر که هر پیغمبر داستانش با تحلیل، با ای که ما خوب بررسی کنیم که یعنی پیغمبر در این قصهش با قومش چی کارای کرده و چقدر درسای بر ما و شما حاصل میشه، این را پیش میبریم. یعنی از او خاطر ما و شما بسیار نیاز داریم به اینکه داستانهای انبیاء علیهم السلام یقینا نه من حیث یک قصه بلکه از حیثیت ازی که ما درس عملی بگیریم، بشنویم و بعد از او در زندگی خود واقعا عملی بسازیم. نیاز زیاد داریم. الله متعال توفیق نصیب ما و شما بکنه که ما و شما راستی هم امور روش اختیار بکنیم که وظیفه انبیاء علیهم السلام است. ان شاء الله یکی از او برنامه ها اینمی برنامه است که ما و شما در اینجا جمع میشیم و در این مورد فکر داریم، در این مورد در تلاش هستیم که ما امور را انتخاب بکنیم که انبیاء علیهم السلام سرش روان شده، مردم در او را دعوت داده.